به دلیا تئوری خوش اومدین. این ویدیو درباره داستان عروسکیه که توی قسمت آخر فصل دوم سریال اسکوید گیم دیدیم. و تئوری هایی هم درباره بازی های بعدی فصل اسکوید گیم هستش. احتمالاً شاید تا الان خیلیاتون شنیده باشین که قراره توی فصل بعد بازی جک و جیل باشه. حالا جک و جیل چی هستش؟ جک و جیل یه داستان بچگونه است. توی اون داستان بچگونه جک و جیل باید برن بالای تپه‌ای تا از توی چاهی سطل آبی رو پر کنن و بیارن خونه واسه مامانشون. حالا تو این وسط که سطل رو دست میگیرن و میرن بالا، تو اون فاصله‌ای که از تپه میرن بالا جک میفته و جیل هم بعد از جک میفته. باید دوباره حالا تلاش کنن برن بالا تا سطل رو پر آب کنن و برگردن دوباره پایین و سطل رو بدن به مامانشون. کل داستان بچگونه‌اش همینه. ولی این داستان بچگونه مثل خیلی از داستانهای دیگه یا حتی کارتونای دیزنی اگه شنیده باشین یه واقعیت ترسناکی هم پشتش داره. یعنی یه داستانهای ترسناکی از دوران قدیم هست که میگن اون اصل ماجرای داستان جک و جیله. از داستانهایی که هست 3 تاشون از معروف ترینان و توی یکیشون حتی جک رو یه پادشاهی میبینن که دقیقاً دقت کنین تو خود شعر اصلیش توی قسمت انگلیسیش میگه lost the crown. The crown معنی تاج هم میده و چه زمانی شاه تاجش میفته؟ قاعدتاً وقتی سرش بیفته دیگه. و دقیقاً بعد از اون اتفاقی که واسه پادشاه هم میفته همونجوری میمیره و اونی که میگن جیل هستش هم همونجوری کنارش میمیره. یه سریا میگن این اصلیت ماجرای جک و جیل هستش. ولی خب یه سریا دیگه هم این تئوری رو رد میکنن چون میگن این اتفاق پادشاه خیلی بعد از داستان اتفاق افتاده و نمیتونه بر اساس اون باشه. ولی جالبه بدونی حتی توی شهری توی انگلستان باور دارن اونجا جایی بوده که جک و جیل واقعی بودن. داستان اونا یه خورده با بقیه داستان‌ها فرق داره. اونا باور دارن که جک و جیل عاشق همدیگه بودن. حدوداً 20 خورده سالشون بوده و زمانی که جیل باردار بوده جک میره بالای تپه تا واسش آب بیاره. ولی اونجا کشته میشه، جیل هم از غصه‌اش میمیره. و واسه همینم دقیقاً توی اون شهر حتی اگه الانم برین میبینین که کنار اون چاهی که اونجا بوده 2 تا مقبره زدن واسه جک و جیل و اسماشون رو هم نوشتن و توی خود شهر هم جاهای مختلفشون میبینین که اسامیشون هست و عکساشون هست. حالا میرسیم به داستانی که قراره توی بازی فصل بعد اجرا بشه. هممون میدونیم که اسکوید گیم انقدر دیگه عمیق وارد اصلیت ماجرای داستان نمیشن. تا الان هم هر کاری که کردن اومدن توی همه بازی‌ها که بازی بچگونه بوده اون بچگونه بودنش رو یه قسمت ترسناکی بهش اضافه کردن. حالا داستان جک و جیل که توی کره به جک میگن چوسو و به جیل میگن سونکی. سونکی که همون جیل باشه همون عروسکیه که تو فصل اول و دوم دیدیم. چوسو هم همون پسریه که توی قسمت آخر فصل دوم دیدیم. حالا داستان از چه قراره؟ اگه متوجه شده باشین توی اون تیزری که قسمت آخر فصل دوم بود 3 تا عکس پخش شد کلا. توی عکس اول که همون عروسکی که قبلا دیدیم بودش و 3 تا بازیکن دیگه که اگه متوجه شده باشین فاصله‌ای که دوربین گرفته شده و بازیکن‌ها هستن انگار خود عروسک خیلی بالاتره و توی تپه‌ایه و از بازیکن‌ها هم ارتفاع داره. این احتمال تا روی تپه رفتن واسه آب آوردن رو یه جورایی تایید میکنه. و عکس بعدی هم که دیدیم عکس چوسو همون عروسک پسره بودش. حالا داستان اینه که احتمالاً اونا باید سطلی رو بردارن تا عروسک دیگه برن پر آبش کنن و دوباره برگردن حالا ظرف سطل هر چیزی که هستش رو پر کنن و بعد این روند رو شاید انقدر تکرار کنن که اون سطل پر بشه. چیزی که بازی رو ترسناکتر میکنه یه عکسی هستش که آخر تیزر هم دیدیم. چراغ سبز چراغ قرمز. چی میشه اگه همزمان بازی چراغ سبز و چراغ قرمز هم باشه؟ یعنی همزمان که سطل دستشونه باید اگه چراغ سبز شد حرکت کنن و اگه چراغ قرمز شد وایسن و اگه تکون بخورن یا حتی آبی از سطلشون بریزه میمیرن. یکی از چیزایی که قطعی شد از همین الان قطعاً 2 تا بازیکن از همین الانش هم حذفن. یکی اون پیرزنه است، یکی هم اون دختر بار داره. پیرزنه که قطعاً میدونیم عمرن بتونه این همه را از تپه بره بالا سطل پر از آب دستش بگیره، پس به احتمال خیلی زیاد کارش تمومه و خب مطمئنیم که بالاخره وقتی پسر و مادری رو میارن این داستان بینشون قراره به تلخی تموم بشه.
بعدی هم اون زن بارداره هستش. زن بارداره همین الانش هم بازی‌های قبلی رو به زور انجام داد و محال ممکنه که بتونه سطل پر از آب دستش بگیره و اونم کارش تمومه توی این فصل. یه تئوری درباره این زن هست، میگن که شاید به احتمال خیلی زیاد بچهش توی بازی بعدی دنیا بیاد، خودش میمیره و بچهش میمونه. سربازا هم میخوان به بچه شلیک کنن ولی بقیه بازیکنان نمیذارن، میگن اون هم الان یکی از بازیکناست و مجبور میشن تو هر مسابقه‌ای که میرن بچه رو به خودشون ببرن و اینجوری کارشون هم واسه بردن هنوز سخت‌تر میشه. و یکی دیگه از تئوری هم این هستش که گیهون بازم به بازی برمیگرده. توی قسمت آخر دیدیم که رئیس اصلی بازی کاری به گیهون نداشت و حتی ماسک زد که گیهون نشناستش. پس احتمالش خیلی زیاده که مجبورش کنه دوباره به بازی برگرده و توی این بازی که از جک و جیل همون چلسو و سونکی میبینیم هم گیهون هم باشه و شاید گیهون حتی یکی از همون بازیکنان اصلی باشه که نخوان بچه اون زن بارداره کشته بشه. میرسیم به بازی‌های بعدی فصل بعدی. اگه یادتون باشه تو فصل اول همه بازی‌هایی که قرار بود انجام بدن رو دیوار جایی که موندن کشیده بودن و خب خیلی هم خنده داره که گیهون با اینکه میدونست و دوباره وارد بازی هم شد بازم به خودش زحمت نداد که اطراف رو ببینه و بفهمه بقیه بازی‌ها چیه. حالا اگه دقت کرده باشیم تو فیلم یه قسمت‌هایی از اونجا رو نشون میده و یکیشون کاملا مشخص شده و قطعی شده که بازی فصل بعده. شطرنج انسانی. دقت کنین تو این عکس کاملا متوجه میشین که یه شطرنج خیلی بزرگه و روش ضربه‌درهایی هستش که میتونه نشونی از مهره‌هاش باشه. شطرنج انسانی سالهای خیلی خیلی قبل هم انجام میشده. اگه تا حالا شطرنج رو دیده باشین یا بازی کرده باشین میدونین که وقتی شروع میکنین و مهرهاتون رو حرکت میدین، وقتی میبازین و مهره جای مهرتون میاد مهرتون باید بره بیرون و حذف میشه. حالا شطرنج انسانی هم احتمالاً خیلی تفاوتی نداره و همین، ولی وقتی انسانی به عنوان مهره جای انسان دیگر رو میگیره اون انسان باید حذف بشه که خب میدونیم که مثل بازی چراغ سبز چراغ قرمز احتمال یکی از تک‌اندازها شلیک کنن و اون آدم حذف بشه و خب این میتونه یه بازی خیلی خفن و غمگینی بسازه چون اینجوری مجبور میشن واسه بردن خودشون جای یکی دیگه از بازیکن‌ها برن و شاید حتی بازیکنی که باهاش رفیق بودن هم باشه و عملاً به دست خودشون کار اون رو تموم کنن. چقدر با این تئوری هایی که تا الان گفته شده موافقین؟ به نظرتون واقعاً قراره که فصل بعدی بازی شطرنج انسانی و جک و جیل رو داشته باشیم؟ اگه خودتون هم تئوری دیگه‌ای درباره بازی جک و جیل یا همون چلسو و سونکی که قرار فصل بعد انجام بشه دارین بگین. یه سری بازی دیگه هم روی دیوارا بودن که به احتمال خیلی زیاد فصل بعد بازی بشن. اگه میخوان توی ویدیوی دیگه درباره اون هم صحبت بشه کامنت کنین. ممنون که تا اینجا دیدین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.